Rajabali Ibroni. ها مالش خواهر جان تو زیق نشم یگامگر زیق نشم آخه چی زیق میکنی؟ این کاری حل شونده همش حل میکنیم من یک علاج کرده همین بیخاصیت اخونه گم کنم بعد دوامش فکر میکنیم زیق نشم همین دختری تو کلینی من میشن انشالله فهمیدی؟ مالش خیلی بیچاره خواهرمه از عهده همه کار میبرد که این سبیل مونده ای مالا از مهربان بیار کرده گنده نکنم که شته خدا همین خانه دف شده و پای خدا در اومده نروی هرچی این کاروی میکردگی تو فایده نداره من در خواهره که دل و جانم وعده دادم بیچاره خواهرم و دخترش از شوهرش برآمده از تو یک بیگانه به من چی فایده تو قد کن هر باری خدمت کردن تو دف شده رفتم تا کردن در کار که از این مستی خلاص شدن در کار از عهده همه کار میبرد این شرطم جانم بیاد کنی چی جواب میدی وای 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 مخلصه مخلصه لبای اوچه جان لبای اوچه جانم لبای اوچه جان لبای گفته میتونی زبان در لبایگیری میپیچد این کارهای خونه دیده نمیتونی تو اوچه جان من حاضر این همه رو جا کرده بودم یا تو به فراست کی فراست یاد میگیری؟ یا تو کی عقل و تمیزت میدرون؟ این چیه خود؟ وای شرمندگی کلین نکردم و بلا کردم اینه بین این احوال بین وای این چی شرمندگی کلین؟ نه این چی شرمندگی؟ نه وای رود و حاضی خانی من یک مهمون اینو خونده بیاد تو کی فراست یاد میگیری؟ تو کی عقل و تمیزت میداد او همه او چجانت بجای رنگ و بار کردن کار و باری خانه در تو یاد ندادن؟ نه کاری خانه یاد نداد اوچه جان خدا شاید حاضر همش را جا بجا کرده بودم شما آرام شوید عصبانی نشوید حاضر همش را باز جا بجا میکنم اوچه جان چی؟ اگه تو میگویی که تو جمع کردی و من جزیر کردم نه اوچه جان
نه من خونه چند دبه ندارم که در آمده خانه و دری من جزیر میکند. غیر توی به پای قدم در این خانه کی است؟ نه کی است؟ تو ما متهم میکنی اکن؟ تو من متهم میکنی. همین تلفنی من کردی که من همین یک سیام کنم کردم تلفنی من. اوچه جان خدا شاید تلفنی من کنی اکو با من این دروغچی میبرن اکو دیدی عربا میره در شوهرش انا حالیستو کجا شد این کامرا سبیل مونده ای من انا هازیستو هازی انا کنی شوهرت بیون چی میگوید انا احوال میله ها در نخ کرده ایستادنگید حیفی خانم حیفی بچم حیفی که من تکیلین کردم تو یگان وقت عقل تمیزیتون نمیدارد فهمیدی توی مادرت فقط خودت انما رنگ و بار کردن یاد داده است تمام دیگه یگان کار زندگی یاد نداده است حالی ما شوهرت بیاد بعد وقتی تو کار دارم اوچه جان حاضر همش رو جا میکنم بی اوزت گیر خیر همین ها رو من حاضر جمع کرده بودم چیزی تروشی خورده ایستاده است که یگان بلایی دارد زنک چه سلامتی خوب انگل برای تو رحمت موی این هر دوی اینو جدا کردنیم این مهر و محبت بینو این گل بیاری بینو یک بار با اوچه جونش یک گل نآورده است دستکو چی کند تو گل گیره ای آزیستا زنک جان یا دوزم چه خوب دستیم خوبی؟ تنجه مردک جان رفتیم و خانه داریم لباساتون رو کشید خوراک تیار یکی یگان خبر خشه اینی رفتیم مرده رفتیم از این خنده ها تا از سرت سبیل زنک جان چه خیلی نسیل چه خیلی؟ میشهد کار بیشم چه مردک جان کارا میشه در وقتا میریم کار میگردیم میاییم بهتری روز یا زنک جان یگان خبر خشه دیدم ناپویان مالیشا خورده ایستیم تینجی آخی بخیره تنجه یگان 3 روز که سرم تو میخورم سر تو بخورم البته یگان خبر خشه ها مردک جان بیا لباس کنم نه خدا میکشم ما نفهمیدم زنک جان ما روز دیگه معاش رو نگرفتم تعلیم تا نآورده بودم چه خوراک مونده کرده این مردک بازیافت زندگی هم خیر یک روز هست یک روز نیست خیلی همین نشدم شکر مردک جان شما پیش دسترخوان رو بر باز من خوراک رو مونده کردم این بیرم مایدش خون
اوچا؟ زنر؟ اوچا میجا داره؟ همینجا شما خونه داره نیست؟ من اوچا فرد کن ای زندگی زندگی بیا زنک زنک شما فرید کردی؟ باسی بیا او فرید که بیا بیا بچه جون السلام علیکم بچه جان. سلام علیکم بچه جون خوب هستی؟ تینج هستی؟ رحمت بچه جون شما چی همون است؟ یک بار به خاطرت اوچه جانت نمیرسدن؟ اوچه داری؟ نداری؟ اوچه داری هم غنیمت. شین شو کدن بچه جون بو نسینوتون نیست زیخین تینجه بخیر؟ اون چویتون بزن؟ همه ناز همه ساز. خودت اوچه داری؟ سهر میبروی میری یک بار نمیگویی کنی اوچه؟ بگاه میدروی نمیگویی یک بار کنی اوچه؟ امروز چی خواب دیدی که با اوچت خوراک خوردن خواستی؟ چه بگیدم چه جون؟ رحمت این گلا با یک آدمی ده که به قدری گلت رسد. اگر این زنی تو فراست میداشت این گلا در اینجا آوردن نمیپرتافت برده در درون آب میموند به قدری محبت تو میرسید. بچه سوده باشه جون بگیرین؟ هم خود بگیرین؟ گیر تولی گرفتن گیر خوردن گیر بر نمیخورن گیر زنت خوراک بخت است گیر بگیرم چه جون؟ با مزه هم؟ با مزه بچه جون با مزه با فکرم این از هم نبخته شما بخته بچه جون نه؟ تا بگو من خیلی خوراکای سفید قطر و کندگی نمیپزم این کاری همی بیفراست هست نبی همینم خوراک برداری شد یک کوسه لب ریز کرده میگوی که من گشنه باشم از کاری و دادن در خودم کار نموند چو کنم چه جون؟ چه خیلی خوراک بود؟ همینم خوراک شد؟ این چی خوراک بود؟ این خوراک تو شور نبود؟ نه چه جون؟ همینم خوراک شد حیفی همین وای مهربان این از دست زنی بی‌فراستی تو یگم کار نمیبیاد بچه جان باور میکنی این همین روز دوگانه ما آمدنی بود ای شرمندگی خیرت نامد تو من باور نمیکنی ها؟ باور نمیکنی واسه من در تلفن ضبط کردگی مخلصه؟ تلفن من بیار حالی استاد در کجا بود حالی استاد تو من باور نمیکنی تو من کجا باور میکنی آنها با چشمکای خودت بین خانه و در بین کورپچه و پلاس بین خیرت که دوگانه ها که من آمده ندرامد اش شرمنده می شدیم در تمامی گشتکا نام خانه من رکلامه بود رکلامه خیرت که ندرامد ای وای داد همینم خوراک شد ای وای زهری تنها کم کرده زهره که تنها کرده همی خوراک همی چای و حیفی مهنتام مردک چی گپ است؟ بیا زنک بشی دیم بدارم این چی زنک جان از این پس با خورد و خوراک با همه کارهای خانه اهمیت بده چی چیزی که اوچه میگه دقت بده
ай гуфта очам набуро. Имрӯз очама бин хатимон соз гап намезана. Ӯ ҳуқуқи ҳама гапа гуфтани моро дорад. Ту фақат кӯшиш кӯ хита ислоҳ кун. Фаҳмид замонҷон? وای کلینم کاربردی خونه در سر خودم کلینی به فراست هیچ عقل تمیز ندارد که یک کاربردی خونه کنم چجور؟ لبای خمونی کلین تو میکنم که میکنم؟ کلین تو میکنم چجور؟ چی خطور خمیتین داره بشه که؟ کلینم؟ من کلین دارم در خونه که کلین کار میکنم از روزی آوردگی این کلین در خونه دایم این کاربرد خونه در درد سر من تو کی دیدی که یک بار این زنی به فراستی تو لطه اگر تو در ترزوه شکی؟ کی دیدی؟ با دهنی من نمیکوبی؟ سخته بالای نمک کام میکنی من نمیدونم یک ایواج کرده این زنت خلاص میشی جدا میشی یا زنه در خونه میسد یا ما برامادن میدم این تو چون میکنیم به فراسته این دختر خالت ندیدی؟ این عروسی تا تیار جیمانکی خودم ما بونی کرده همه کاربردی خونه و کرده میگرده همه فراستی توی بالونه من امروز باید مهمان بیاد خونه فهمیدی؟ حالا دست پنجه من نشکسته که زنی تو کاربردی خونه من کنم من در پیش این زنی بی فراستی تو خودم شرمنده نمیکنم بچه جان تربیهش کنین آخی خودتون همه گپا را گفتم نیکو ما را کلام کردین ما را تربیه کردین حالا کودک بچه جان تربیهش کنین کار یادش بتین بچه جان جواب میزنم خطه همین دیگه با من در کار نه فهمیدی؟ بچه جان یک بار همه عذابی اپا ما باید برین یک بار همه جدا شوی اپا ما شوهرش باید برین چی روزای وزمین داشتیم بچه جان این مردمی قگپ و گپچه گفتن این قگپا گفتن همه روزای وزمین نگذاروندیم یک بار همه زندگی وزمین اپا ما باید برین بچه جان تو تیمیزک با زندگی اپا چی کار داری؟ اپا به پول ما یک سون پول بوده دادی یا به لباس خریده دادی که تو با من تر نمیکنی خدا با شکر از این نش برا من بختی بالاترش یافت فهمیدی؟ کاری تو با اپا نباشد تو همین زنی به فراستی خودت سنفلوره فهمیدی؟ و دختری من کاردار نشم بچه جان شما مرا تربیه کردین شما مرا در راه راست تربیه کردین گفتین که زندگی شوخی نیست همین دختر شما داماد دادین گفتین صغیره کس نداره بیسوی یکی داماد دادین چی با امروز نوروزی بچه جان چی گناه کرده است که امروز ایام نوروزی بچه جان بچه جان شما در حقیقت میخواید من جدا شم با این کس ها در حقیقت میخوام حاضر بچه جان حاضر این مسئله رو حل میکنم باز یه دقیقه صبر کنید حاضر بچه جان حاضر بستی زنم بزنم زنه در کی بلوتایی کدام درخت سایه خواه بزنم لبای مردک جان اینجا بیو بیا اینجا تیز انا اوچا انا کلینات همین هم آدمی نبود که شما داماد دادینش صغیره کس نداره بیسوی بای همین هم آدم نبود شما داماد دادینش بچه چی من با تو دادم و گناهگار شدم من با تو دادم خودم رو دفع میکنم فهمیدی؟ بچه جون همه اون مسئولیت هایی که روزی اول به ما داده بودین من او را فراموش نکردم شما گفتین صغیره کس نداره بیکسه یا را ما یادم نبرآوردم بچه جون من با هر خیلی کوچکترین مسئله ها نمیخوام از زنم جدا شم نمیخوام زندگیم پراکنده شوم خلاصه بچه جون یک چیز رو فراموش نکنید من از صغیره و از آه صغیره میترسم در کانال подписаться کنید در نوار یک دانه لایک بذارید و در کامنتария давом нависед